سلام و درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من مهدی ریش هستم و امروز میخوام براتون یه برنامه بذارم که کالافتون رو فارسی کنین و با استفاده از این برنامه میتونین کالاف یا هر بازی دیگه یا هر جایی که انگلیسی نوشته شده یا به هر زبانی، عربی، انگلیسی، چینی فرق نداره، کلا همه زبانا رو میتونین به فارسی تبدیل کنین و کیفش رو ببرین. و اینکه این برنامه فقط هم به درد خیلی از جاها میخوره. مثلا شما یه جای انگلیسی نوشته یا هر زبان دیگه نوشته، شما بلد نیستین و نمیتونین بخونین، با زدن یه دکمه همش فارسی میشه و میتونین کیفشو ببرید. یا برای ترجمه های ایونت کالاف یا ترجمه های ایونت های بقیه بازی هم میتونید با استفاده از برنامه دیگه نمیخواد دنبال ترجمه ایونت ها بگردید و اینکه همه چیزی رو خودش براتون به درستی فارسی میکنه و میتونید با سایز و ابعاد مختلف نوشته ها رو فارسی کنید. فقط یه نکته هم هست برای همه گوشی ها هم به کار میاد و براتون برنامه‌اش رو توی تلگرامم گذاشتم. یعنی بعد از اینکه این ویدیو رو آپلود کنم شما برید توی کانال تلگرامم، براتون برنامه میاد. اون برنامه‌ای که هست رو دانلود میکنید و آموزشش هم جلوتر بهتون میدم که چطوری باش کار کنید و فقط باید با دقت تا آخر ویدیو نگاه کنید و اصلا عقب جلو نکنید، چون یه جاییش رو اشتباه کنید دیگه بقیه جاهاش هم مثلا خراب میشه و دوباره مجبورید از اول بیان بشین. دوستان اینجا رو ببینید، اینم خودش ترفند هستش که با استفاده از این رفیقم هیچ جایی نبود که بکشیم بالا از این صخره و با استفاده از رفیقم اومدم تونستم و بیام این بالا. فقط ممنون میشم که قبل از اینکه بریم سراغ برنامه منو با لایک و ساب از من حمایت کنید و حتما لایک کنید که به افراد بیشتری نمایش داده بشه و بتونیم این چنلمون رو بزرگتر کنیم و همه خدمات کالاف رو در اختیار شما بذاریم. رفقا خیلی ممنونم که حمایت میکنید. ببخشیدم اگه من صدام گرفته و نمیتونم زیاد خوب حرف بزنم، مریض شدم و سرما خوردم و صدام هم گرفته. و اینکه خیلی ممنونم که درک میکنید. منم انشالله بتونم براتون با گرفتن ویدیوها و راهنمایی شما از شما حمایت کنم. دیگه وقتی نمیگیرم، بریم سراغ آموزش فارسی کردن کالاف. خب رفقا، این برنامه هستش که با استفاده از این برنامه میتونین فارسیش کنین. حالا من این برنامه رو توی کانال تلگرامم گذاشتم، برین دانلودش کنین. کار باش ساده است. حالا بهش میریم. وقتی که میرین توش چند تا مجوز ازتون میخواد. اول مجوزها رو بهش بدین. وقتی که مجوزها رو دادین، از این قسمت این انگلیسی یا هر زبانی که میخواین به فارسی تبدیل بشه، خب روی اون میزنین و اینم که روی فارسی باشه. و اینجا این استارت رو وقتی بزنید، و اگه این استارت رو بزنم ریکوردم قطع میشه، وقتی استارت رو بزنین یه دکمه میاد مثل همین خود دکمه، شما باید باش میزنین روش و همه چیز فارسی میشه. حالا اینا هم استاندارد مودهای مختلف هستن که دومی و سومی بهترین مودهاش هستن. شما یکی رو انتخاب کنید. وقتی که انتخاب کردین میرین توی این بخش دومی میرین و اینجا حالا پی دی اف ازشی که مهم زیاد نیست، از این بخش رد میشیم. خب وارد بخش 4 میشین. اینجا چند تا ستینگ هستش که باید بچینید. اولی رو فارسی، دومی رو روی میل میذارید. فیمیل و میل داره که شما روی میل میذارید و اینجا روی یک بهترینش از روی وایس اسپیت هستش که زیاد به کارش نمیاد. میرین روی سومی. اینا دیگه بقیه چیزاش زیاد چیز مهمی نیستن، حالا خودتون باش میتونین برین. روی استارت میزنین. وقتی من روی استارت میزنم ببینم برام میاد قطع میشه. ببینید دوست قطع میشه. فیلم بگیرم با گوشی خودم رفتم براتون، با یه گوشی دیگه از رو گوشی خودم فیلم گرفتم و براتون گذاشتم. با این دکمه وقتی اومد میزنین روی بیس، مثلا هر جایی که میخواین به فارسی تبدیل بشه روی دکمه که بزنین ببینین همش فارسی شد. خب حالا وقتی که اینو بکشین اینور در میاد. حالا ببین دوباره ترجمه میشه. خب خیلی سریع هستش. حالا من فکر کنم DNS دارم رفتن تو گیم، یکم دیریه، 2-3 ثانیه تقریبا طول میکشه تا لود کنه. ببینین رفقا، با زدن یه دکمه همش فارسی میشه. این برای ترجمه ایونت ها و کارهای دیگه به کارتون میاد. خب رفقا، به پایان ویدیو میرسیم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو در کنار ما بودین و حمایت کردین.
اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که با لایک و ساب از من حمایت کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.